بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. طب سنتی یکی از قدیمی ترین روش های درمانی هست که دارای مزایا و معایبی هستش. در طب سنتی برای حفظ سلامتی بدن از گیاهان دارویی، مواد معدنی، ویتامین ها، تغذیه و روش های غیر دارویی که تو طب سنتی استفاده میشه مثل ماساژ، طب سوزنی و یوگا و مهمتر از همه اصلاح سبک زندگی هستش. در بدن ما 4 تا خلط وجود داره. اخلاط 4گانه‌مون شامل بلغم، دم، صفرا و سودا هست که هر کدوم از اینا مقدارش مشخصه تو بدن. مثلا دم و بلغم باید 49% باشه، صفرا و سودا 1%. اگه تعادل بین این اخلاط به هم بخوره اون موقع است که فرد دچار بیماری میشه. بنابراین ما در اصلاح سبک زندگی در روشی که برای سلامتی به کار میبریم میایم چی کار میکنیم؟ میایم تعادل این اخلاط رو تو بدن حفظ میکنیم و سعی میکنیم که اون تعادل به هم خورده رو دوباره برگردونیم. تعادل این اخلاط که برگرده فرد به سلامتی میرسه. اگه به طب سنتی علاقه دارین و دوست دارین که چیزای بیشتری در این زمینه یاد بگیرین، کانال منو سابسکرایب کنید، لایک کنید، به دوستاتون معرفی کنید و به من انرژی مثبت بدید. ممنون میشم.